به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با معرفی بهترین کتاب‌های تولستوی شروع می‌کنیم. این معرفی بسیار زیباست. من مختصری از شرح هر کدوم از کتاب‌ها رو برای شما می‌خونم و هر کدوم رو که دوست داشتین میتونین برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. لطفاً با من همراه باشید تا کتاب‌های تولستوی رو ورق بزنید. لئو تولستوی، فیلسوف، عارف و نویسنده نامی روس که جزء بزرگترین نویسندگان جهان نیز به شمار می‌رود. گنجینه بی‌نظیر از آثار خود را به یادگار گذاشته است که غوطه‌ور شدن در آن برای تمام علاقمندان به ادبیات تجربه‌ای ناب و فراموش نشدنی خواهد بود. با این حال تعدد و تنوع آثار این نویسنده یافتن ترتیب مناسب خواندن آنها را به یکی از چالش‌های جدی مطالعه آثار او تبدیل کرده است. در این راهنما یک فهرست اولویت‌دار از تعدادی از برجسته‌ترین آثار تولستوی ارائه شده که به شما کمک می‌کند سفری هدفمند و پربار به جهان ادبی این نویسنده بزرگ داشته باشید. کتاب‌های تولستوی را با چه ترتیبی بخوانید؟ ترتیب پیشنهادی ما برای خواندن مشهورترین کتاب‌های تولستوی از این قرار است: کودکی، نوباوگی، جوانی. 2. اسیر قفقازی. 3. 23 قصه. 4. 3 پرسش. 5. ارباب و بنده. 6. جنگ و صلح. 7. آنا کارنینا. 8. سونات کلوستر. 9. اعتراف و 10. مرگ ایوان ایلیچ. این ترتیب را به دلایل زیر پیشنهاد داده‌ایم. شروع با آثار اولیه. از آنجایی که نخستین آثار هر نویسنده بهترین راهنما برای آشنایی با دیدگاه‌های شکل دهنده شخصیت و سبک نگارش اولیه او به شمار می‌روند، لذا کتاب‌های کودکی، نوباوگی و جوانی و اسیر قفقاز را می‌توان در صدر این فهرست جای داد. داستان‌های کوتاه. در ادامه مراجعه به مجموعه داستان‌های کوتاهی چون 23 قصه فرصتی است تا ضمن کسب درک عمیق‌تری از جهانبینی تولستوی ذهن خود را برای ورود به دنیای جذاب رمان‌های او آماده کنید. رمان‌های مشهور. پس از آشنایی با سبک و دیدگاه‌های تولستوی، نوبت به شاهکارهای او مانند جنگ و صلح و آنا کارنینا می‌رسد. این رمان‌های حماسی علاوه بر ارائه یک تصویر دقیق از جامعه روسیه در قرن 19 کاوشی عمیق در اعماق روح انسان نیز به شمار می‌روند. آثار فلسفی و کلامی. در بخش نهایی این فهرست می توانید به سراغ آثار فلسفی و کلامی تولستوی مانند اعتراف و مرگ ایوان ایلیچ بروید. مطالعه این آثار به شما کمک می کند تا با دیدگاه‌های عمیق تولستوی در مورد ایمان، معنای مرگ و زندگی و ماهیت جامعه آشنا شوید. در نظر داشته باشید که این فهرست صرفاً یک راهنماست و شما می توانید بر اساس سلیقه و علاقه‌مندی‌های خود آن را تغییر دهید. مهمترین نکته این است که از خواندن آثار تولستوی لذت ببرید و فرصت دهید که هر کدام از آنها در جایگاه خود شما را با یک وجه از ذهنیات و درونیات این نویسنده و فیلسوف بزرگ آشنا کند. کودکی، نوباوگی، نوجوانی. یک اثر اتوبیوگرافیک از لئو تولستوی است که در 3 بخش مجزا به دوران کودکی، نوجوانی و جوانی او می‌پردازد. تولستوی در این اثر
خاطرات خود را از دوران کودکی در یاسنایا پولیانا، تحصیل در مسکو و خدمت در ارتش روسیه روایت می‌کند. این خاطرات تصویری زنده و ملموس از زندگی اشرافزادگان روس در قرن 19 و همچنین از چالش‌ها و تضادهایی که تولستوی در دوران جوانی با آنها روبرو بوده است ارائه می‌دهد. این کتاب که با نام زندگانی من نیز شناخته می‌شود، علاوه بر جنبه خاطره‌نگاری از ارزش ادبی بالایی نیز برخوردار است. نثر تولستوی در این آثار ساده، روان و دلنشین بوده و به زیبایی ظرافت‌های روانشناختی شخصیت او و اطرافیانش را به تصویر می‌کشد. مطالعه این اثر به شما کمک می‌کند تا درک عمیق‌تری از شخصیت تولستوی و همچنین از جامعه روسیه در قرن 19 پیدا کنید. اسیر قفقازی اولین رمان تولستوی داستانی گیرا و خواندنی را روایت می‌کند که در خلال جنگ‌های روسیه در قفقاز رخ می‌دهد. ژلین شخصیت اصلی داستان افسر جوانی است که در قفقاز خدمت می‌کند. او که به تازگی نامه‌ای از مادرش مبنی بر بیماری او دریافت کرده، مرخصی می‌گیرد تا به دیدار او برود. اما سفر او با خطرات غیرمنتظره‌ای همراه شده و در مسیر توسط قوم تاتار اسیر می‌شود. اسارت در سرزمینی ناآشنا آغاز ماجراهای ژلین است. مبارزه برای بقا، امید به آزادی، شکل‌گیری دوستی‌ها و خیانت‌ها و تقابل فرهنگ‌ها از جمله مضامین محوری این رمان کوتاه به شمار می‌روند. علاوه بر این، تولستوی در این رمان از توصیفات بدیع طبیعت و شخصیت پردازی‌های ظریف استفاده می‌کند و به خلق فضایی زنده و ملموس از قفقاز در قرن 19 می‌پردازد. این اثر به عنوان یکی از نخستین آثار کارنامه ادبی تولستوی نشان دهنده نبوغ و استعداد او در داستان نویسی است. 23 قصه گزیده‌ای از بهترین داستان‌های کوتاه تولستوی است که طیف وسیعی از مضامین از جمله عشق، مرگ، ایمان، عدالت و جستجوی معنای زندگی را شامل می‌شود. داستان‌های کوتاه این کتاب در 6 بخش به نام‌های داستان‌هایی برای نوجوانان، داستان‌های همگان، یک افسانه، داستان‌هایی که برای مصور شدن نوشته شده، بازگویی داستان‌های عامیانه و اقتباس از فرانسه گردآوری شدند و هر یک جهانی مجزا و منحصر به فرد را به تصویر می‌کشند. تولستوی در این داستان‌ها با ظرافت و دقت تمام به کاوش در پیچیدگی‌های روان انسان و تناقضات وجودی او می‌پردازد. مطالعه 23 قصه به شما کمک می‌کند تا با طیف وسیعی از دیدگاه‌ها و اندیشه‌های تولستوی آشنا شوید و درک عمیق‌تری از جهانبینی او پیدا کنید. 3 پرسش. داستان 3 پرسش اثر لئو تولستوی حکایتی کوتاه و عمیق درباره تلاش یک پادشاه برای یافتن پاسخ 3 پرسش اساسی در زندگی است. من کیستم؟ من برای چه اینجا هستم و چگونه باید زندگی کنم؟ پادشاه در جستجوی پاسخ این پرسش‌ها با افراد مختلفی از جمله دانشمندان، زاهدان و حتی یک راهب ساده ملاقات می‌کند و هر کس پاسخی متفاوت به او می‌دهد، اما هیچ کدام او را راضی نمی‌کند. سرانجام پادشاه در سفری پرفراز و نشیب به پاسخ این پرسش‌ها می‌رسد و در می‌یابد که یافتن این پاسخ‌ها در گرو تجربه و زندگی شخصی هر فرد است. 3 پرسش با وجود حجم کم خود مفاهیمی عمیق و فلسفی را در قالب داستانی ساده و جذاب
ارائه می‌دهد. این داستان به خواننده کمک می‌کند تا با نگاهی تازه به ماهیت زندگی، معنای آن و نقش خود در جهان هستی بنگرد. ارباب و بنده. ارباب و بنده نوشته لئو تولستوی رمانی کوتاه و فلسفی است که در سال 1895 منتشر شد. این اثر عمیق داستانی تکان دهنده از ظلم، رستگاری و جستجوی حقیقت را روایت می کند. داستان حول محور دو شخصیت اصلی، واسیلی و نیکیتا می‌گذرد. واسیلی ارباب ثروتمندی است که به همراه نوکرش نیکیتا در یک طوفان برفی در جنگل گم می‌شوند. آنها آنقدر به دور خود می‌چرخند که شرایط هر لحظه برایشان سخت‌تر می‌شود. اما ارباب به نیکیتا که لباس گرم مناسبی هم ندارد هیچ توجهی ندارد و تنها به خود و اهدافش فکر می‌کند. سرانجام واسیلی تصمیم می‌گیرد در میانه برف و بوران نیکیتا را رها کند و به تنهایی سوار اسب شود، اما پس از مدتی متوجه می‌شود که باز هم گم شده و چاره‌ای جز بازگشتن به سوی نیکیتا ندارد. این بازگشت با وقوع اتفاقات خاص و عجیبی بین ارباب و بنده همراه است. ارباب و بنده از جمله آثار برجسته تولستوی به شمار می رود و مورد تحسین بسیاری از منتقدان و نویسندگان قرار گرفته است. این داستان کوتاه با وجود حجم کم حرفهای بسیاری برای گفتن دارد و خواننده را به تأمل درباره مفاهیمی چون تناقضات موجود در روابط انسانی، پوچی طبقه‌بندی‌های اجتماعی و قدرت رستگاری بخش عشق و بخشش وامی دارد. جنگ و صلح، شاهکار بی‌بدیل لئو تولستوی، رمانی حماسی و تاریخی است که در خلال جنگ‌های ناپلئونی در روسیه روایت می‌شود. این اثر عظیم که در سال 1869 منتشر شد به عنوان یکی از برجسته‌ترین رمان‌های ادبیات جهان شناخته می‌شود و به دلیل وسعت دامنه، عمق شخصیت‌ها، کاوش‌های فلسفی عمیق و نثر گیرا مورد تحسین قرار گرفته است. داستان جنگ و صلح حول محور 4 خانواده اشرافی روس می‌چرخد و سرنوشت در هم‌تنیده آنها در طول نبردهای حماسی و تحولات اجتماعی و سیاسی روسیه را به تصویر می‌کشد. تولستوی در این رمان مجموعه‌ای از شخصیت‌های بۀاد ماندنی را خلق کرده است که هر کدام داستان و چالش‌های خود را دارند. از شاهزاده آندری بولونوفسکی که به دنبال افتخار در میدان جنگ است تا ناتاشا روستوف که با شور و اشتیاق به دنبال عشق و خوشبختی می‌گردد. هر شخصیت عمق و پیچیدگی خاص خود را دارد. علاوه بر روایت داستانی جذاب، تولستوی در این رمان به بررسی مضامین عمیق فلسفی مانند ماهیت جنگ، معنای زندگی، نقش سرنوشت و اراده آزاد می‌پردازد. او با ظرافت و دقت پوچی و ویرانی جنگ را به تصویر می‌کشد و در عین حال لحظات صلح و آرامش را نیز ستایش می‌کند. این رمان تحسین شده به زبان‌های بسیاری ترجمه شده و بارها در آثار تصویری مختلف از جمله فیلم و سریال مورد اقتباس قرار گرفته است. آنا کارنینا، رمانی واقع گرایانه از لئو تولستوی، نویسنده نامدار روسی است که در زمره برترین آثار ادبی جهان جای می‌گیرد. این رمان که در ابتدا به صورت پاورقی از سال 1875 تا 1877 منتشر شد، داستان زنی به نام آنا را روایت می‌کند که در جامعه اشرافی روسیه گرفتار عشقی ممنوعه می‌شود. آنا زن جوانی است که با یک مقام بلندپایه
به نام الکسی کارنین ازدواج کرده است. ازدواجی خالی از عشق و شور که آنها را در قفس تنهایی و حسرت فرو برده است. در سفری به مسکو آنها با افسر جوان و خوشچهره‌ای به نام کنت الکسی وروناسکی آشنا می شود و این آشنایی سرآغاز عشقی پرشور و ممنوعه است که زندگی آنها را دگرگون می کند. عشق آنها و وروناسکی رسوم و قواعد جامعه سنتی روسیه را به چالش می کشد. آنها که در تنگنای قضاوت‌ها و سرزنش‌ها قرار گرفته مجبور به انتخابی دشوار بین عشق و زندگی خانوادگی خود می شود. این کشمکش درونی رنج و عذاب فراوانی را برای او به همراه دارد. تولستوی در آنا کارنینا با خلق شخصیت‌های پیچیده و به یاد ماندنی و توصیف‌های درخشان تصویری بدیع و جاندار از جامعه روسیه آن دوران ارائه می‌دهد. این رمان اثری پرمحتوا و جذاب است که به شما کمک می‌کند تا درک عمیق‌تری از تاریخ، فرهنگ و جامعه روسیه در قرن 19 پیدا کنید. سونات کرویستر به قلم لئو تولستوی به واکاوی ژرف‌ترین لایه‌های روابط زناشویی، حسادت و پیامدهای ویرانگر شهوت می‌پردازد. این اثر داستانی تکان دهنده و آموزنده است که به شما نشان می‌دهد چگونه تاریکی درون انسان می‌تواند به تراژدی و جنایت منجر شود. داستان این کتاب در قالب گفتگوی دو مسافر در یک قطار روایت می شود. شخصیت اول مردی متأهل و عصبی است که به تازگی همسرش را به قتل رسانده است و شخصیت دوم شنونده‌ای بی‌تفاوت و گاه پرسشگر است. مرد در طول سفر با لحنی آشفته و پشیمان داستان زندگی زناشویی خود را بازگو می کند. او از عشق آتشین اولیه، حسادت کورکننده و رابطه همسرش با یک نوازنده ویولون سخن میگوید. رابطه‌ای که او را به ورطه جنون کشانده و در نهایت به فاجعه قتل همسرش منجر شده است. سونات کرویستر را میتوان فراتر از یک داستان ساده، نقدی تند و تیز بر تاریکی‌های نهفته در روابط زناشویی به ویژه در جوامع سنتی دانست. اعتراف نوشته لئو تولستوی اثری فلسفی و اتوبیوگرافیک است که در آن تولستوی به شرح بحران روحی و دگرگونی عمیق فکری خود در میانسالی می‌پردازد. این کتاب که در سالهای 1879 تا 1880 نوشته شده، بازتابی از تردیدها و پرسش‌های عمیق تولستوی در مورد معنای زندگی، ثروت، مذهب و جایگاه انسان در جهان است. در اعتراف تولستوی پرده از تناقضات درونی خود برمی‌دارد و با لحنی صمیمی و گاه دردناک به شرح پوچی و بی‌معنی بودن زندگی اشرافی و مرفه خود می‌پردازد. او در این کتاب به واکاوی فلسفه‌های مختلف از جمله مسیحیت پرداخته و در جستجوی راهی برای رهایی از رنج و یأس مطلق است. تولستوی در این مسیر با چالش‌های درونی و بیرونی متعددی روبرو می‌شود و در نهایت به درک عمیق‌تری از ماهیت انسان و جایگاه او در هستی دست می‌یابد. مرگ ایوان ایلیچ، شاهکاری از لئو تولستوی، نویسنده نامدار روسی، داستانی کوتاه و عمیقاً تاثیرگذار است که خواننده را به تأملی عمیق در باب ماهیت زندگی، مرگ و معنای واقعی خوشبختی فرا می‌خواند. ایوان ایلیچ شخصیت اصلی داستان مردی میانسال و ثروتمند است که زندگی بی عیب و نقصی دارد. او به عنوان یک مقام عالی رتبه دادگستری از موقعیت اجتماعی مناسبی برخوردار است و زندگی خانوادگی خوبی نیز دارد.
با این حال زندگی آرام ایوان ناگهان با بروز یک بیماری مرموز دگرگون می شود. دردهای طاقت فرسا و رو به وخامت او را به بستر بیماری می کشاند و تلاش‌های پزشکان برای درمان او بی‌نتیجه می ماند. اطرافیان ایوان از جمله همسر و دوستانش از درک رنج او ناتوانند و تنها به دنبال حفظ ظواهر و انجام وظایف اجتماعی خود هستند. این انزوا و عدم همدلی رنج ایوان را دوچندان می کند. در خلال این بحران روحی، ایوان با سیر و سفری درونی به دنبال معنای زندگی و رهایی از رنج خود می گردد. او در خاطرات خود به جستجوی لحظه‌ای می‌پردازد که در آن زندگی اصیل و معناداری را تجربه کرده باشد. مرگ ایوان ایلیچ داستانی کوتاه اما پربار است و تولستوی در آن با ظرافتی مثال زدنی پوچی طبقه مرفه و تهی بودن زندگی که بر پایه ظواهر و مادیات بنا شده است را به تصویر می‌کشد. اما کتابی رو که میخوام در آخر به شما معرفی کنم کتاب افسانه‌های تولستوی هستش که ادبیات داستانی جهان برای نوجوانان در این حوزه قرار میگیره و آقای گیورگیس آسی هم این کتاب رو ترجمه کردن و این کتاب در بچگی خیلی خیلی برای من ارزشمند بوده. مقدمه طولانی داره که من فاکتور میگیرم و برای شما نمیخونم، اما سطری از این کتاب رو برای شما میخونم و این وایس رو تمام میکنم. مرد روستایی و خیار. مرد روستایی را گذر به بوستانی افتاد و قصد دزدیدن خیار کرد و با خود اندیشید یک گونی خیار با خود میبرم و با پول آنها یک مرغ خریداری میکنم. مرغ تخم خواهد گذاشت و تخم‌ها باز شده و جوجه ها از آنها سر بیرون خواهند آورد. جوجه ها را دانه خواهم داد تا رشد کنند، بعد آنها را می‌فروشم و یک مادیان می‌خرم و بعد کره های مادیان را هم می‌فروشم و با پولی که به دست می‌آورم خانه‌ای با یک باغ خواهم خرید. توی باغ خانه‌ام خیار خواهم کاشت و مواظب می‌شوم که کسی به آنها دستبرد نزند و یک باغبان استخدام می‌کنم و خودم هم گاهی به باغ رفته و برای آنکه حواس باغبان جمع باشد فریاد می‌زنم آهای مواظب باش، آهای بیدار باش. مرد دهاتی آنچنان غرق در افکار خود بود که کاملا از یاد برد پا به بوستان کس دیگری نهاده و با تمام قوای خود فریاد برآورد. بوستانبان صدایش را شنید و دوان دوان خارج شد و مرد دهاتی را دید و تا جایی که می‌خورد کتک زد. یه داستان دیگه هم هستش، سلطان و پیراهن. روزی سلطانی بیمار شد و گفت نیمی از سلطنت خود را به کسی خواهم داد که مرا شفا دهد. تمامی خردمندان آن سرزمین گرد آمدند تا راه چاره‌ای برای سلطان بیابند، اما هیچ کس درمان درد او را نمی‌دانست. تنها یکی از میان آنها عقلا برای شفای سلطان فکری کرد و گفت هرگاه مرد خوشبختی را یافته و پیراهن او را بگیرید و بر تن سلطان کنید علاج درد خواهد شد. سلطان آدم‌های خود را همه جا به جستجوی مردی خوشبخت و سعادتمند فرستاد و فرستادگان به همه جا رفتند، ولی شخصی مطلوب را نیافتند. هیچ کس آنگونه که باید و شاید سعادتمند و قانع نبود. هرگاه مال و مکنت داشت از مرضی رنج می‌برد، اگر که از سلامتی کامل بهره داشت از فقر و مسکنت در عذاب بود. اگر هم صاحب ثروت و هم سلامتی جسم بود از همسر بدجنس خود گله می‌کرد و یا هرگاه فرزندانی داشت ناباب می‌شدند و بدین ترتیب هر کس دردی داشت و گله‌مند بود. سرانجام شبی پسر سلطان را بر حسب تصادف
گذر از مقابل کلبه افتاد و صدایی از درون شنید که می گفت شکر خداوندا، کار خودم را به خوشی تمام کردم. شکم سیر غذا خوردم و حالا فارغ از هر ناراحتی و گله‌ای سرم را می‌گذارم و می‌خوابم. دیگر چه سعادتی بالاتر از این؟ پسر سلطان مشعوف شد و دستور داد تا پیراهن آن مرد را برداشته و ادامه داستان رو حتما این کتاب رو تهیه کنید و تا انتها بخونید. امیدوارم از معرفی کتاب‌های تولستوی لذت برده باشید و حتما هر کدوم رو که خیلی به دلتون نشست برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.